به میلان مانی خیلی خوش اومدین. میل که یعنی یه برای غذایی، مانی هم که خب یعنی پول. جفتش هم خیلی لذت بخشه، هممون میدونیم. حالا بخوایم راجع به بازارهای مالی صحبت بکنیم که هدف منم همینه. خیلی دوست داشتم که یه پترنی داشته باشه حالا صحبتامون، که من دوست داشتم از بازار مالی شروع کنم که چند نوع بازار مالی وجود داره، خب خیلی زیاد، مثل بازار مسکن، بورس، طلا، چالفان، سهام، فارکس، بازارهای مالی که بیمه ها هم شاملشون میشن، بانک ها، مؤسسات مالی و خلاصه کردیت یونیون. یه عالمه بازار مالی داریم که هر کدوم از اینا یه سرویسی ارائه میدن و اکثرشون هم به خب اشخاص سرویس ارائه میدن و یه سری از این شرکت های خاص هستن که به دولت ها و شرکت ها هم سرویس ارائه میدن، ولی بیشتر اون چیزی که ما میبینیم به افراد هستش. راجع به این بازار مالی صحبت بکنیم که خب اصلا در این ویدیو نمیگنجه و خب این که ما نمیتونیم راجع به همه بازار مالی الان بیام صحبت بکنیم. امروز از یک دوستان که چندین سال تو کار فارکسه، خیلی با تجربه است و یه موفقیت پایداری رو کسب کرده، میخوام که بیاد و با همون صحبت بکنه راجع به این بازار، که این بازار چه شکلیه، اصلا آیندهش چجوریه، خوبی و بدیاش رو بهمون بگه و این داستان ها. خلاصه بقیه بازارها رو، بقیه مسائل مالی رو توی قسمت های بعدی با یه رسیپی های جدیدتر میام میگم بهتون. از با من باشین که توی قسمت بعد با دوست عزیزم یاشا در خدمتتون بشیم. خب من اینجا قارچ رو با مرغ و پیاز و اینا تفت میدم. به نظر من قارچ خیلی خوشمزه میکنه کلا این غذا رو. اینم که نمک و فلفل و زردچوبه و یه ذرم پاپریکای قرمزه که اضافه میکنم بهش. خلاصه اینا رو به هم میزنیم و در آخرم شیر و خامه ترش رو با آردمون اینا رو قاطی میکنم. منتها میذارم این یه ذره رنگش تیره هم بشه. این دقیقا همون رنگیه که میخوایم که داشته باشه غذامون. بعد حالا من بهش ترکیب همون آرد و شیر رو هم اضافه میکنم. در آخرم که خامه ترش رو میریزم و میذارم یه 5 دقیقه خوب اینا با هم دیگه جوش بخورن. از بازارهای مالی میگفتیم و که گفتیم فارکس هم جزو یکی از این بازارهای مالیه که به نظر من بازار خیلی پیچیده‌ایه، کار هر کسی هم نیست که بخواد وارد این بازار بشه. همونجوری که گفتم یاشا رو معرفی کردم که یاشا خیلی میدونم چند سال تو این کاری و به انگلیسی you're doing great. خب خیلی خوب داری میری جلو. یه سری نکاتی که همه جا نمیگن خب، و یه چیزی که شبیه این مثلا اخبارای زرد اینستاگرامی نباشه. چیز خیلی مهم اینه که چجوری اینو آیندهشو با مثلا این هوش مصنوعی چجوری میبینی، کسی میاد جاشو بگیره یا نه، مثلا از این ربات تو ببین تو هر بازاری که میخوای وارد چی باید اطلاعات خوب مالی داشته باشی. و اینکه مثلا منم خیلی یه چیزی بهت بگم، حالا همش تو صحبت من، ولی خیلی از جوانایی رو دیدم که خیلی دوست دارن بیان سری پول بذارن و یه شب پولدار شن و این داستانا. هممون میدونیم که این اتفاق نمیفته. حالا تو کلا کم راجع به بازار فارکس بهمون بگو، منم میکروفونم رو قرض میدم. ببینید بازار فارکس خب یه بازار خیلی خوبیه برای پول درآوردن، ولی خب چند تا نکته رو باید توش کاملا رعایت کرد. یکی این که حتما یه وقتی بذارین، حدود حداقل 4 سال تو این بازار. قشنگ مثل واقعا مثل یه دونه کورس دانشگاه. دقیقاً مثل فکر کنید مثلا دانشگاه رفتین و اول باید لیسانستون رو بگیرین، بعد بتونین برین تو محل کار واقعی و کار واقعی رو شروع کنین. حتما تو این مدت، حالا ممکنه بعضی هم نابغه باشن بتونن توی 2 سال به اون نقطه‌ای که میخوان برسن. من که نیستم 100%. منم نبودم، ولی خب حتما با تلاش، با اینکه هر روز مطالعه بکنی، هر روز توی زمینه تکنیکال، توی زمینه فاندامنتال، مسائل ژئوپلیتیک رو بتونین یه مقداری رصد بکنین، چون همه اینا رو باید یه کسی که توی فارکس کار میکنه، فعالیت میکنه، باید بدونه، نظم خیلی بالایی داشته باشه و صبر خیلی زیاد. حداقل من میگم 2 سال توی حساب دمو کار بکنین، بالا پایین بازار رو ببینین، قلقاش رو ببینین، رفتارهای چارت و قیمت ها، رفتارهای مختلف، مثلا طلا چه رفتاری داره،
جفت ارزا چه رفتاری داره و اینا که متضرر نشیم. بعد کم کم پول وارد بکنین که حالا علاوه روانشناسی روان آدم هم با این بازار یه مقداری هماهنگ بشه. خیلی‌ها رو مثلا میبینم که مثلا تو دهه 20 زندگیشونن و میخوان یه حرفه کاری رو واسه خودشون شروع کنن، به این بازار علاقه‌مند میشن. حالا دوستی معرفی کرده که مثلا یه جایی یه چیزی شنیدن و میان سریع وارد و یه موفقیت خیلی کوتاه مدت به دست میارن. یه فکر میکنیم مثلا خدای این کاریم، خب و بعدش تازه ضررها رو اون موقع که مثلا یه دونه آب زمدنز مارکت رو که میبینن تازه ضررش هم اون موقع چیز میشه. نظر منه، نه نظر تو هم اینه یا نه، ولی تو هر بازار مالی که آدم میخواد وارد شه به نظر من اول اینکه خوب راجبش تحقیق بکنه و ببین اصلا چیزی هست که دوست داره اصلا وارد. من ممکنه مثلا فارکس رو دوست نداشته باشم ولی مثلا کریپتو رو دوست داشته باشم و واقعا اگه که مثلا کسی توصیه میکنی به کسی که دوست نداره این بازار ولی میخواد بیاد پول در بیاره، اصلا توی همه بازار مالی باید به دیده بیزینس بهش نگاه کرد. ما سود داریم، ضرر داریم، یه روزایی همه چی خوبه، یه روزایی همه چی بده، ولی خب اطلاع داری دیگه، من هم توی بورس ایران فعالم، هم توی کریپتو و هم توی فارکس. کسایی که بیشتر با تکنیکال میونه خوبی دارن، تو اون حرفه‌ای ترن، نظم بیشتری دارن، تو فارکس موفق ترن. همیشه این مشکلی که داشتم دوست داشتم همیشه یه کاری کنم که بهش علاقه‌مندم و پولم در بیاره، ولی بعضی جاها دیدم که نمیشه. هم یه کاری بکنی که بهش علاقه‌مندی هم پول در بیاری. اصلا که به خاطر پول وارد میشن ولی مثلا آخر نگاه که میکنن بعضی میگن ما علاقه نداشتیم، بعضی علاقه‌شون رو تازه تو اون مارکت پیدا میکنن و اینا. نه اگر علاقه نداشته باشی اصلا بکش. اصلا این بازار من توصیه نمی کنم، چون واقعا یه بازاره که شما به جنگ بازار میری، به جنگ خودت میری، به جنگ روح و روان خودت میری، همه چی باید حتما علاقه داشته باشی که بتونی توش موفق باشی. از حوصله من خارجه اون زمانی بذارم برای قرمه سبزی و قیمه درست کردن، خیلی طولانی مدت میشه. ولی حالا من دوست داشتم که کلا این دفعه اول من این غذا درست کردم، خیلی هم خوبه، یه رسیپی ساده است. خب تست کنم؟ آره بابا تست کنیم ببینیم چه شکلی شده. به به، من که خودم اصلا میکروفونتو میخوره، صحبتی نداری؟ خب پس فقط تو میریم واسه غذاهای بعدی و خب کلا راجع به بازارهای مالی دیگه هم صحبت میکنیم. هوش مصنوعی توی این بازار به نظر من خب همین الان فعاله. کامپیوترها دارن معامله میکنن، یه سری الگوریتم خاص روی جفت ارزا یا متالا داره کار میکنه، یعنی رو کل بازار نفت هر جا که شما بری خب یه سری الگوریتم هست تو هر بازاری، حتی بازار بورس خودمونم الگوریتم 2-3 ساله داره کار میکنه روی مثلا بعضی از سهم الگوریتمن، بازار مثلا یه روندی داشته باشه استوب نکنه و اینا. ولی خب به نظر من هوش مصنوعی در آینده نمیتونه بیاد جای انسان رو توی معامله کردن تو بازار فارکس بگیره، چون اگر اینجوری باشه امکان داره خب مثلا یه سری ضرر نکنه، یه سری سود نه، بازار اصلا قفل بشه. این بازار یه بازاری که هم احتیاج به برنده داره و هم احتیاج به بازنده.